قماندان بیاید باشه. مسئله که باید صحبت کنیم خیلی جدی است. با خراباتک دخل دارد. بله. او خوب است قماندان. حالا آتش را خوب گفته نمیتوانیم. سلامتیش خوب است. بله، من این را از آوازش فهمیدم. اما حالت روحانیش با فکرم خوب نیست، چون که او عملی درست را از نادرست فرق کرده نمیتواند. قماندان ما را نترسانید. برادرمان خوب است. برادر شما سربازی من است. فرزندم می شود. میخواستم گویم که او خوب است، ولی حاضر این گپ را گفته نمیتوانم. این به شما وابسته است. چی خیلی یعنی قماندان؟ آتش در خارج از کشور است. امروز او به من زنگ زده بود و الکی به درون گروه در آمده است. او شیرا گفتنی شخص را تعقیب دارد. بمب چی را قماندان؟ بله قماندان، او تنها با آنها مقابلت نشان دادن نمیتواند. ما باید به کمک او برویم. کسی جای او و جای آن تروریستان را نمیداند. همینطور میستیم. مبادا آنها فهمند که او سرباز است. مبادا یگان بیعقلی کند. او را میکشند قماندان. از همین خاطر ما را ضرور است که او را از آنجا رها کنیم. ما باید با عقلانه یگان نقشه کشیده فوراً از پس این کار شویم. ما موج زنگی او را داشتیم. ما تنها منطقه را میدونیم، ولی در آنجا پایگاه تروریستان زیاد است. نمیدونیم که او در کدام آنهاست. فاتح، همراه ایلین باش. به نزدیک شفان رو. دستش شما را اینجا انتظار میشود، چون که آتش معلومات داد که جنگیان مقصدی حمله گسترده انجام دادن را دارند. اگر یگان معلومات باشد در حال دسته برها میبراید. فهمو؟ خوب شده است. شما چی طوره که سربازانم هستید، فرزندانم هم به شمار میروید. من نمیخواهم که به شمایان یگان حادثه روی دهد. میدانم درونی همه اما از آتش انتقام میسوزد، ولی آن میگذرد. ما خرج سربازی خود را فراموش نکرده وظیفه داریم که با عدل و انصاف این وطن را حمایت نماییم و قانونها را رعایت و احترام کنیم. با تروریستان امکانیت ندهیم. کاری نکنید که من غمگین شوم. صحت و سلامت رفته، صحت و سلامت همراه آتش برگردید. اطاعت قماندان. من همیشه آرزو میکردم که متخصص آماده نمودن بمب شوم. چگونه آرزو؟ نخواد آدم این کسب را دوست دارد. خطا میکنی. این کار سراپا ادرنالین دارد. هر حالت آدم با مرگ میپیچد. این تماما غیر عادی است. زرد، سرخ، سیاه آنها را به هم میپیچانی. زردش را میبری میترکد. این به من سخت پسند است. بله، لیکن یک چیز را به تو میگویم بدرو. از در میدان جنگ کردن این تر جنگ نبودن بهتر است. ما همراهان تو را یک ماه زیاد باز آموزانیده ایستاده‌ایم. آنها تعلیم دیدند. اگر تو را ببینند از بین سرت میپرانند. بله، حق هستید. درست میگویید. من به شما آماده کردن بمب را نمی آموزانم. چطور؟ پس چرا می آموزانید؟ درون اداره کردن درون را می آموزانم. درون؟ به فضا برخواستن درون را. درون چی است؟ بمب ها را به فضا برداشته روان میکنیم. آنها مثل بازیچه نیستند. بعد خودت میبینی. ها، ما درون ها را به فضا برخیزانده آنها از فضا نشان را هدف قرار میدهند. آفرین بدرو، فهمشت خوب بوده است. ما کجا را مورد حمله قرار میدهیم؟ شتاب نکن. حالا میفهمی. چی فرق دارد؟ در هر صورت حالا با ما میگوید کو. تو نخست باوری شیرا را به دست آور. این کار را پیشگی دانستن خوب نیست. بله، حمله که دیروز انجام داده هیچ کس نمیدانست. اگر حتی یک کس میدانست خبر پهن میشد. چگونه حمله؟ شما با کی حمله کردید؟ به خانه پلکوونیک او بمب فرستاد. بله ولی به پلکوونیک چیزی نشده است.
او در خانه نبوده است، ولی همسر و دخترش پاره پاره شدند. آفرین، همینش هم کار خوب است. شما باید اون پکت رو میدیدید. آنجا یک لخته که بدف رو مونده بودن. شاید وقتی کشادن آنها سخت ترسیدند. کمی ترس و بوم. Isto! بچه چیکار میکنی؟ دیوانه شدی؟ چی شد؟ کسی را دیدم. بر نظرم کسی نمودار شد. کسی را دیدم. نظارت کنید. تو شرم نگفتی اینقدر واهمه کردی؟ خدایا به من صبر ده. نمیخواهم تا آگاه شدن از جزئیات حمله او را بکشم. خدایا مرا پر صبر کن. یک بار دیگر به من نیرو بده. تو چی کار میکنی؟ پولها را میسوزانم قماندان. دیوانه شده؟ قماندان، این پولها به دست تروریستان میرود. آنها سلاح و مهمات جنگی خریده سربازان ما را میپرانند. من میدونم، آروم شو. تو یگان نقشه داری؟ با پول همه چیز را خریده و فروخته میشود. اگر سمی فهمد که پولها در دست من هستند دیوانه میشود. بله، شرف و ناموسی آنها پول است. دیوانه ای سمی. اگر پول را از دست دهد عقلش را گم میکند. برای پول شده پدرش رو میفروشد. کو بینیم چطور میفروشد. الو سمی، مرا کشته نتوانستید. با فکرم شب و روز خوابتون نمیبرد. مرگ تو خوابی مرا پرونده نمیتواند. در دست تو پولهای من است. کار خوب نکردی. بله، من مقصد آتش زدن آن رو دارم. چونکه اگر به یتیمان دهم این پول آششان نمیشود، چونکه حرام است. تو دیوانه شده ای؟ آدم پول رو میسوزاند. آن بوی خوش دارد، بوی کش میفهمی. از این بر می آید که ما وطنمون رو دوست می‌داریم و شما پول را. همش همین. چی میخواهی؟ من از تو بر این انسان ها هیچ چیز نمیخواهم سمیه. من همین خیل از وضعیت تو را آگاه کردم میخواهم. طریق به عقل تنها از پس این کار شد. پول را به من آر. من طریق را شخصا به تو میدهم. با عوض پول طریق یعنی من روزی؟ فهمیدم. مکانم رو به تو میگویم. به طور خود قماندان را به دام افتانده نیست. بشبه. میدونم استا، میدونم. قماندان، من هم با شما میروم. مایلش میرویم. کی به تو مانع شده است؟ خیر، مسئله دریا چی میشود؟ از اول معلوم بود که طریق با او چیزی نمیگوید. طریق چرا چیزی نگفت؟ خیالی.
وضع چنین آدمان در محبس خیلی بد می شود. آنها را شرمنده می سازند. در آنجا بلا به سرشان بار می شود. اگر او گپ میزد پس من در حیرت میموندم. ولی دریا از تعقیب نمودن تو دست نمی کشد. قماندان آن دختر به شما عاشق شده باشد. تو بهترش به این کار همراه نشو. اگر او سوزده تو هم سوزی، پس همه ما می سوزیم. چشم باز کردن نزلی همه ما رو خوشحال کرد. همین طور نه؟ آنا همین طور. از مرگ اپای گلیر غمگین شدیم، ولی نزلی ما رو شاد کرد. ولی باز خراباتک ما رو غمگین کرد. باز میگوین که چرا کشنالی دیوانه شده است. زیاد غمگین نشو، همش خوب می شود. روزهای سیادای ما نیست کو. حیات ما رو حتما به روزهای خوش هم می رسوند. چی طور غمگین نشو میلیسا؟ او هم تو برآمده رفت. کی؟ آتش؟ با اینها اهمیت نده. خدا چی طوری؟ در خانه هاتون وضعیت چی طور است؟ همه خوب است، هیچ مشکلی نیست. تو از من پنهان نمیداری؟ چرا پنهان دارم؟ اگر پنهان می داشتم از خانه می گریختم و تو را می افتم. درست. این قسمت از جانم. چی طور خوب شد که قسمت ما را با هم پیوست. بله درست. اصلا من حاضر قراباتک رو خوبتر میفهمم، چون تو را بردم گمان کردم که قلبم را از بدنم کنده گرفته بردم. با فکرم که این همان دردی عاشقانه است که دوست می‌دارند و هیچ یک جا شده نمی‌توانند. این طور باشد سرودی نوبتی شنوندگان سرود درباره عاشقانی می شود که به هم یک جا شده نمی‌توانند. واه واه واه، هیچ شوخی هایت را گردم. تو هم استعداد شعرنویسی داری ها؟ البته که دارم. من یک زمان شعر می نوشتم ولی آن را پرت گفتم. جدی میگویی؟ ها؟ تو چرا حیران شدی؟ نمیدونم، از تو این گونه کار رو انتظار نبودم. از نفر زاده لبی بحر سیاه هر چی رو انتظار شدن ممکن. درست باور کردم. من با تو سورپریزی خوردکک دارم. چی بود است؟ من در جای دیگر برآمد کردن را آغاز کردم. همینطور؟ چطور خوب. تو رو تبریک میکنم. با تو کار کردن حاجت ندارد. چرا بستراییدن را آغاز کردی؟ موسیقی را زیاد دوست می‌دارم. میخوام که آن دائم با من باشد. یعنی تو حق هستی. من هم همینطور هستم. میخوام دوست داشتم دائم با من باشد. شب با گوش کردن سرودی من بیا. رفیقانم تو را زیاد میپرسند. البته میایم. چگونه جای است؟ جای خوب است؟ جای خوب یعنی چه خیل؟ نمیدونم. جای باورناک باشد. بله بله، صاحب ملک آن را دیر باز میشناسم. خاطر نشه. کاشکی. خب من میروم. مایلش، من اگر یکون کار نباید شب میایم. انتظارم. خب.
کانی بچه این خیلی آنه این خیلی همین جنگ هم تغییر یافته است. مگر این طور ممکن است؟ پیش از نشستن آن آگاه نمودن لازم است. تکنولوژیا رو آموختن لازم است. مگر با چنین تکنولوژیا جنگ کردن ممکن است؟ دو سه تلفات هم باشد هیچ گپ نیست. درست. شیرو نگاه میکند. شیرو آنها پر را به کار وارد شدند. با این درون ها تیاره های بی سرنشین را زده میتوانیم؟ این از مسافه وابسته است. از روی سخنان درگن ما به آسانی آنها را هدف قرار خواهیم داد. آنها مثل خاموشک به هواپیماها نزدیک شده، سپس میبینی که گم. اگر یکشان هواپیمای ترکا را نابود کنیم، آنها همه گریه میکنند، آنها با واهمه میافتند. ما باشیم این سرزمین را به آسانی از خود میکنیم. عیناً همین خیال. بلو زند میافتد. این طور نیست. آنه این خیلی به فکرم ذریعتش تمام شد. بدرا چه شد؟ ذریعتش تمام شد. من رفته گرفته میارم. نگاه کن که به زمین نافتد. اگر رفتد بدون که تو هم میمیری. دفعه دیگر پیشگی نیرویش را سنجید. زود رفته بیار. من میدانم که آن را در کجا بیتر کنم. مادامی ضرر رسانیدن میخواهید، خوش آمدی درگن. تشکر. شیرو کارها چی طور؟ خیلی که میبینه همه خوب است. عالی. او در اینجا چی میکابد؟ چی شد؟ چی نگاه داری؟ من خواطرم. آخر برای چی تو میروی؟ من با یکی از بچه ها این کار رو حل میکردم. فاتح، در این سازمان تنها دو کشاف است. یکیش من هستم و دیگرش باشد غیب زد. باوری ندارم که تو با او مشورت کردن میخواسته باشی. خدایا، پس من کیم؟ من سربازم. فاتح جان، یک مفهوم است. به طور کسبی اجرا کردن وظیفه گمان نمیکنم که از من دیده تو خوبتر کار میکنی. ایلین، درد من چیست تو خوب میدونی. زیاد وحیمه نکن. رفته اطراف رو نظارت میکنیم. تو چنان آرام گپ میزنی که گویا در جایی که ما میرویم ترور نیست، جنگ نیست، همه جا گل و گلزار است. البته که من این طور نگفتم. برای آن چنین میگویم که تو آرام شوی. آرام شدن نمیتوانم ایلین. خود را داشته نمیتوانم. در این احوالات من چطور با تو به عملیات روم؟ میدانم که تو نمیخواهی، ولی اینقدر بیغم نباش. کی گفت که من کودک رو نمیخواهم؟ چطور یعنی؟ تو میخوایی؟ نمیدونم، یا شاید میدونسته باشم. وقتهای آخر زیاد فکر میکنم.
аз як тараф оила, аз тарафи дигар туро зиёд фикр мекунам. марг гапаи гуллер, захмӣ шудани назлӣ. шояд фардо ин бо мо рӯй диҳад. маълум нест ки фардо бо мо чӣ мешавад. агар дар ин дунё ман аз худам нишона мондан хоҳам, пас мехоҳам ки бо ту монам. намедонистам ки чунин фикр мекунӣ. худам ҳам намедонистам. вақте сухан бобати кашофӣ меравад, ман зуд хулоса бароварданро омӯхтам, ҳамзамон хулосаи дурустро баровардан. дар зиндагӣ ман аз ҳама чиз таҷриба мегирам. ту маро бифаҳм. аслан касе туро мисли ман намефаҳмад. биё қисмати охири суҳбатамонро ба вақти дигар гузорем. ба кӯдак ном гузоштанро мегӯӣ? биё меравем. шеро, ман аз барои ин дронҳо пули зиёд додам, ҳарчанд ки ба тайёраҳои бесарнишин баробар шуда наметавонам. вақте ки ман ба онҳо бомба гузоштам, худат онҳоро мебинӣ. дигар ҳоҷати харидори ҳар гуна силоҳ пеш намеояд. ту аз ҳад зиёд ба худ бовар дорӣ. умедворам ки ягон ҳодиса намешавад, чунки агар ягон ҳодиса шавад, сарат аз тан ҷудо мешавад. ин тавр нагӯй, парво накун, ман ин корро иҷро мекунам. дигар чизҳои лозима фардо омада мерасам. суроғаро ба ту мегӯям, рафта мегирӣ. ман аз барои ин амалиёт маблағи зиёд сарф намуда истодам. боз ҳамаро барбод надиҳӣ. хавотир нашав. ман туро бо як нафар аз одамони навам шинос кардан мехоҳам. бачаи хуб аст. бигзор ояд. бедро куҷо шуд вай? ӯро зуд ёбед. шеро, вақти рафтани ман шуд. маротибаи дигар шинос мекунӣ. малаш, барори кор. хуб, ташаккур. дар куҷо мегардӣ? омадам. ба фикрам нерӯяш тамом шуд. ба гумонам аз ҳама вайронашро ба ман додаанд. якум аз они ман афтод. дер кардӣ. туро бо як одами муҳим шинос кардан мехостам. худоё, худовандо. маротибаи дигар ки даъват кардам, зуд ба наздам биё, фаҳмо? хуб, майлаш. хуб, акнун бирав. اینجا بوی بد میکرده است. فکری کی بود که در اینجا جمعیم؟ این طور نگوی سمید. چگونه بوی؟ گوشت گوسفند است. به همین خاطر بوی میکند. گوشت گاو نبود. چقدر باز به طرف خانه طریق نآمده بودیم. خوب شده؟ درست. خوش آمدید. خوش آمدید. اینها را از پیش من گیرید. من نمیخورم. من میخورم. بیار بچه بیار. طریق، این جگر حیوان است. تو چی ها میگویی اورهان؟ میدونی که جگر آدم چقدر مبلغ میستد. علاوه بر این جگر انسان هم به مثل جگر حیوان سخت بوی میکند. آنها نپخته در میگیرند. آخر خوراکی بی پول را به شما آوردن. باز چی میخواهید؟ خورید. طریق، تو اون کار را یاد گرفته ای. احسن به تو، آفرین. تشکر. میدونید این خوراک را کی خوب میپخت؟ کی؟ محیدین. او را محیدینی جگر پز نام میبردند. دیده بودم جگر پزی های او را. اگر نزد سگ پرتوی هم آن را نمیخورد. من او را کشته بودم، ولی او در پخت و پز همتان نداشت. شاید این صحبت ها را یک سو گذاریم سری مسئله اساسی آییم. کارها خوب پیش نمی روند. یهود زنگ زد.
او حالا هم گم میزند. او 9 جان داشته است. ما جیگری او رو میکنیم اکی طریق. تو خواطر نشو. تشکر. چی میگوید؟ پولی که او از تو گرفت در دست اوست. این مراتب من خودم را میکشم. این را من حل میکنم. طریق جان، کی ها باز وقتی مستقلانه خلاصه برآورده ندامده است. دشمن را پراندی، کشته نتوانستی. دشمن صحت شد. اکنون او میداند که تیر از کدام سمت می آید. یعنی تو او را پراندی و اما او از آن دنیا برگشت. اکنون آرام شو. تو بی بازگشته به دروازه منگل نشود. آرهان حق است. مادام که او با تو زنگ زده باشد، پس او به عوض پول چیزی میخواهد. طریق را خواست. تو چی گفتی؟ چه هم میگفتم؟ گفتم که بیا میدیم. چه جای شوخی؟ بیامان. یعنی امکانیتی خوبی کشتن یوز. نفهمیدم. تو کمتر بخور طریق. خلسترین کم می شود. گردش خون باشد خوبتر می شود. سمیت، احترامی من نسبت تو بسیار بپایان است، ولی به من بسیار فشار نیار. خوب، تمام. آرام شوید. ما این کار را با روحی حل میکنیم. او به دام میافتد. روحی این مسئله را حل میکند. روحی آدم کش؟ روحی؟ او یک دیوانه است و یوز دل می سوزد. او درگان. سمی، روز بخیر. روز بخیر. ببین ما اینجا همراه دوستان نشستیم. آنها هم به تو سلام میرسونند. آها، همه یک جای جمع شدند. خب کدام کشور رو اکنون نابود میکنیم؟ نه، ما مقصد نابود کردن یگان کشور رو نداریم. درست. شما نمیکوشید و میخواهید که پول زیاد را به دست آورید. همین کار شما همین است. من فکر میکردم که تو همراه مایی درگان. البته با شمایم. من پول را برای عملی کردنی مقصدم صرف میکنم. تو چی درد داری؟ میدونم که تو تنها برای احوال پرسی زنگ نمیزنی. شما آدم را خوب میفهمید. من هم خوب میفهمم. ولی برای عملی کردنی مقصد نیه. به من کمی پول لازم است. پولهای وعده کرده اتون تا حال به من نرسیده است. درست. کمی مشکلی پیش اومد، ولی من در نزدیکترین فرصت آن را حل میکنم. آن مشکلی خردکه که شما در این سوی مرز به من مشکلی کلان را ایجاد میکند. فهمیدم. حل میکنم. خب، من یک چند بازیچه فرمایش میدهم. آنها را خریدن لطفا. تا بازدید سمی. مالش تا بازدید. ببخشید، این خطای من است. عیبی من حل میکنم. بله، عیبی تو شد. عیبی تو. خوش اومدی. خسته شدی؟ نه، هم تو غنوبم برده است. در فکر اونم که از تو دیده زیباتر بانوی در این عالم باشد. هست، ولی من میدونم که در این دنیا از تو دیده زیباتر کسی مرا نگاه کرده نمیتواند. نظری چطور است؟ مثل پیشتره.
духтурҳо сӯзандору гузаронданд то ки дардашро чандон ҳис накунад. ӯ то ҳол аз апай гулнер намедонад? агар фаҳмад тамом. бале, назли каҷмаз. дар ҳуҷраи 107 охири роҳрав тарафи чап. ташаккур. явуз, дарё, намедонистам ки ту дар ин ҷоӣ. хостам назлиро хабар гирам. ӯ то ҳол марги модарашро намедонад. дониста бош. наваскар, қумандон, чӣ тавр ҳастӣ? хубам қумандон. шумо чӣ тавр? ман ҳам хубам. ба хабаргирии назлӣ омадам. мо метавонем ки дароем. агар духтурҳо иҷозат диҳанд, метавонед дароед. бубахшед духтур, хешони наздики бемор омаданд. онҳо метавонанд ки ӯро бубинанд. фақат зиёд не. ташаккур. ака явуз. назлӣ, хуб ҳастӣ? ҳама омаданд, аммо модарам наомаданд. ман метарсам. натарс, натарс. меояд. ӯ коре карда бояд маро хабар мегирифт. ҳоло ба пой нахистааст. сият ки шавад, албатта меояд. ака явуз, ҳадди ақал шумо росташро гӯед. ба модарам чизе шудааст? хоҳиш мекунам гӯед. мо чӣ кор мекунем? чӣ кор мекунем? то ҳол ба ӯ дурӯғ гуфта истодаем. агар ӯ фаҳмад, моро чӣ мегӯяд? ба бемор дурӯғ гуфтан зарар надорад. чунки агар ҳозир фаҳмад, олаш ябора бадтар мешавад. шифо намеёбад. марворида, мо маҷбурем. ҳоли модарат хуб аст, назли ҷон. хавотир нашав. ту сиҳат шав. мо туро дигар хаста намекунем. боз биёед. майлаш? албатта. агар ягон чиз лозим бошад, ба мо бигӯ. истироҳат кун. меравем. ман ин ҷо мемонам. акаи явуз, шумо равед. ман назлиро танҳо гузошта наметавонам. то омадани акаи эрде ман ин ҷо мемонам. то дидор. ман ҳам меистам, қумандон. мехоҳӣ туро то хонаат бубарам? чанд соат пеш маро пурсуҷӯ мекардию, ҳозир бошад маро ба хонаам мебарӣ? ман сайру гашт кардан мехоҳам. ташаккур. ман метавонам ҳамроҳ шавам? албатта, марҳамат. ташаккур. хоҳиш мекунам. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. 'Cause if I don't go, then I get caught out, and I'll be falling all the way down. 1738. 100 headlights making me blind. All of your
high. If I jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay another night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. But it's not what I thought it was. And you know I gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just